بچه‌ها سلام. تو این ویدیو در مورد ساخت تکنیک هامون یا همون محور طول میخوام باهاتون صحبت کنم و بگم چه تکنیک هایی رو در محور طول میتونیم بسازیم و با چند روش میشه این کار رو انجام داد. خب ویدیو قبلی در مورد ساخت شکل های ارضی بود که بهت توصیه میکنم حتما بری ببینی و این ویدیو در مورد ساخت شکل طول یا همون تکنیک کوتاهی ما به طور کلی تکنیک های کوتاهیمون واحده، یعنی توی چه موهای مردونه و چه تو موهای زنونه ما تکنیک رو داریم. تئوریشو کاملا توی 2 تا ویدیو قبلی بهتون توضیح دادم. ما میخوایم در محور طولمون تعیین سایز بکنیم، یعنی من تعیین میکنم توی محور طولم خب چه سایزی داشته باشم. سایز بلند به کوتاه، سایز کوتاه به بلند، یک سایز منظم و یک دست، یک سایز یک دست و یک اندازه. متوجهی؟ پس من توی محور طولم میام تعیین سایز میکنم. خب چی رو باید بلد باشم؟ زوایا توی موهای بلند، زاویه انگشت توی موهای کوتاه. یعنی من برای رسیدن به شکل‌ها یا همون تکنیکم در کوتاهی باید زوایا رو بلد باشم. زوایای من چیه؟ بچه دقت کنید. من یه زاویه 0 دارم که همین زاویه است که بهش میگیم خط بندی، که وقتی که تو موی رو بهش زاویه ندی، بلند نکنی و همونجا برش بدی، ایجاد خط بندی میکنی. من یه زاویه‌ای بین 0 تا 90 دارم که به این زاویه میگیم زاویه حجم و یه زاویه بین 90 تا 180 دارم. نگاه، 90 تا 180 که به این زاویه میگیم زاویه وزن. پس به زوایای بالای 90 میگیم وزن، به زوایای زیر 90 میگیم حجم. من وقتی که موقعی که یک موی رو میخوام کوتاه کنم اگه بیارم توی زاویه زیر 90 بزنم، یعنی دارم مو رو حجم میدم. اگه بیارم بالای زاویه 90 بزنم، یعنی دارم به مو وزن میدم. قد مو رو نگه میدارم، حفظ میکنم، وزن مو رو دارم، ولی سنگینی و پف مو رو میگیرم. خب چجوری ما میتونیم توی این تکنیک ها رو داشته باشیم؟ توی موهای بلند ما حجم داریم و وزن داریم، توی موهای کوتاه و مردونه هم ما حجم داریم. یعنی من میام یک جای سر رو حجم میدم، با زاویه انگشتم شیب میدم، به اصطلاح میشیم تکنیک مثلث پرحجم. میام چیکار میکنم؟ شیب میدم با زاویه انگشتم. کاری که میخوام با زاویه زیر 90 انجام بدم تو موهای بلند، تو موهای کوتاه با زاویه انگشتم انجام میدم. پس من کلا تکنیک حجمم تو موهای کوتاه زاویهش شیب انگشتم به دست میاره و تو موهای بلند با شیب روی به پایین دست. نگاه کن توضیح بهت بدم کامل. من از یه خط برش عمودی استفاده میکنم. دقت کن، مو رو میارم زیر زاویه 90، اینجا داری میبینی کامل، و برش میدم. خب من به این میگیم تکنیک حجم. یعنی من وقتی که این مو میفته، خب موهای بالا بلندتره از موهای پایین و وقتی که موهای بالا میفته یه حجمی ایجاد میکنه رو موهای پایینی، بهش میگیم حجم. فقط این حجم توی حالت شکل خارجی به من خودشو نشون میده، تو موهای مردونه نه، توی حالت شکل داخل. حالا این مویی که من الان توی زاویه زیر 90 زدم، نگاه مثلا اینجا زدم دیگه، درسته؟ زاویه 45 درجه مثلا ما میشیم، مثلا برش. خب من این مو رو بیارم تو 90 درجه خودش بخوام چک کنم، نگاه کن من شکل مثلث رو دارم، میبینی؟ مثل موهای مردونه. فکر کن مثلا این یک موی مردونه است و من با زاویه انگشتم بیا نگاه شیبو زدم. خب این میشه حجم توی موهای کوتاه که با زاویه انگشت من مثلث ساختم، و وقتی که از زاویه کمک بگیرم برای موهای بلند، یعنی تو زاویه حجم بزنم، یعنی اینم حجم، زاویه انگشت حجم یا کشش حجم. حالا اگه مو رو بکشم بالا، دقیقاً حجم رو میگیرم، به مو وزن میدم، پایین مو بلند میمونه. و تو موهای مردونه اگه شیب انگشتم برعکس باشه، موهای پایین رو بلند نگه میدارم و حجم مو رو میگیرم. دوباره مثال میزنم براتون. یک دونه لاین میگیرم، میارم به سمت زوایای بالا. نگاه کن، به سمت زوایای بالا 135 درجه من مو رو کوتاه کردم. یعنی خیلی راحت از یک زاویه، حالا میتونه اینجا باشه، میتونه هر جایی باشه دیگه، بین 90 تا 180 میشه زاویه وزن. یعنی چی؟ قد موهای پایین من بلندتره
و دیگه موهای بالا حجم ایجاد نمیکنه رو موهای پایین. چرا؟ چون موهای بالا کوتاهه و اگه بیارم تو 90 درجه بهت نشون بدم کاملا مثلث برعکس رو میبینی. تو موهای مردونه چجوری به دست میاد؟ با زاویه انگشت اینجوری به دست میاد، میبینی؟ شیب. و تو موهای بلند با کشش. اوکی؟ پس من تو موهای کلن شوی محور طولم، تو شکل طولیم به اصطلاح، تو موهای بلند از زوایا استفاده میکنم و تو موهای کوتاه از زاویه انگشتم، که بهتره بری قسمت تئوری رو که توضیح دادم ما چه تکنیک هایی رو داریم ببینی. و اگه مویی که میخوای کوتاه کنی زیر زاویه 90 تو بدون داری به مو حجم میدی، و اگه مو رو میاری زوایای بالای 90 تو بدون داری حجمو میگیری و به مو بازی یا قد موی بلند میدی. امیدوارم که این ویدیو و ویدیوهای قبلی رو با دقت ببینید. کانال یوتیوب ما رو حتما دنبال کنید. لایک، کامنت، انرژیش با شماست. مرسی که همیشه پشت منید و نگاه زیباتون رو به این ویدیوهای خیلی مهم میذارید. ارزش این اطلاعات هم بدونید.